بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت علی علیه السلام. در زمان خلافت امام علی علیه السلام در کوفه زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی علیه السلام او را به محضر قاضی برد و اقامه دعوا کرد که این زره از آن من است، نه آن را فروختم و نه به کسی بخشیدم و اکنون آن را در نزد این مرد یافتم. قاضی به مسیحی گفت: خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چی میگویی؟ او گفت: این زره مال خود من است و در عین حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی کنم. قاضی رو کرد به علی علیه السلام و گفت: تو مدعی هستی و این شخص منکر است، لهذا بر تو است که شاهد بر مدعای خود بیاوری. علی علیه السلام خندید و فرمود: قاضی راست میگوید. اکنون میبایست که من شاهد بیاورم، ولی من شاهد ندارم. قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد به نفع مسیحی حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شد. مرد مسیحی که خود بهتر می‌دانست که زره مال کیست، پس از آن که چند گام پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت. گفت: این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست. این نوع حکومت انبیاست و اقرار کرد که زره از علی علیه السلام است. طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرچم علی علیه السلام در جنگ نهروان می جنگد. منبع: الامام العلی، صوت العدالة الانسانیه، صفحه 63.